ولی پیامبر نازنینمون در حدیثا میگد که لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. کسی اگر طعنه کننده باشد، کسی لعنت گوینده باشد، کسی زبان حقارت کننده داشته باشد، پیامبر گفت که اینها باید هیچگاه دعوای ایمانداری نکنند. نگن که ما مؤمنیم، نگن ما مسلمانیم. همین آدمایی که ولی در حق همین زندگی های همین دخترای مردم بگیم یا فرزندای خودش جبر میکنن، ولی همین شب قدر بود، ولی همین شب با 6 دسته کرد، ولی با قرآن خوانده خیلی فکر داره که البته تمام، یعنی ما همین کارا را کردیم، مقصد وظیفه بندگی به جا آمد. فکر نمیکند که یک زندگی را که تو